سرخط مهمترین خبرها: نوار بازپرسی 4 شهروند بازداشت شده تاجیکستان در روسیه. حمله به 2 کارمند پلیس در ولایت مسکو، یکیشان کشته شده است. و ترکیه از 20 اپریل برای شهروندان تاجیکستان ویزا جاری می‌کند. درود بینندگان عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیمتان می شود. امروز 8 اپریل است. شبکه اولی تلویزیون روسیه نوار بازپرسی 4 شهروند تاجیکستان را نشر کرد که در حمله به مجمع کراکوس سیتی هال گمانبر هستند. در این نوار که معلوم نیست که تحت چه شرایط ثبت شده است، دلیرجان میرزای، فریدون شمس‌الدین، سید اکرم رجب‌علی زاده و محمد صابر فیضوف با زبان روسی فقط یک گپ را تکرار میکنند. آنها میگویند سیف الله نام شخص برایشان وعده داد که بعد حمله به اوکراین گذرند و برای هر یکی آنها 1 میلیون روبل میدهند. قبلا بازداشت شده‌ها در وقت بازداشت گفته بودند که برای آنها یک روحانی در تلگرام وعده داد که برای وضع حمله به کراکوس برایشان همگی 500,000 روبل میدهد. شیوه حرف زنی گمانبران در وقت بازپرسی شبهه و گمانهای را به وجود می آورد. اولا هیچ یک از آنها با دوربین نگاه نمی کند و با زبان شکسته کلمه به کلمه می گویند که سیف الله با آنها وعده داده است که برای به طرف اوکراین گذشتن برایشان کمک می رساند. اما این سیف الله کی است و چرا در آغاز نامش نبود معلوم نیست. شبهه دیگر این است که محمد صابر فیضوف در نوار بازپرسی مقامات تفتیشاتی روسیه احوالی بدی دارد و یک چشمش را گشوده نمی تواند. با وجود آنکه گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت حمله روز 22 مارس به مجمع کراکوس را به عهده گرفت و نوار را هم نشر کرد، مقامات روسیه تلاش دارند این کار را به گردن اوکراین اندازند. قبلا کیف هر گونه دست داشتن در این حمله را قطعا رد کرده بود. در رابطه با حمله به مجمع کراکوس 10 شهروند تاجیکستان بازداشت و به حبس پیشکی گرفته شدند، اما شکنجه گمانبران از جمله بریدن گوش یکی از آنها شبهه و گمانها را درباره گناهکار بودن آنها به میان آورده است. در حمله به تالار کنسرتی کراکوس بیشتر از 140 نفر کشته شده، تقریبا 200 نفر زخمی شدند. این خونین ترین حمله تروریستی در روسیه در دوام 20 سال اخیر گفته می شود. در پی حمله افراد ناشناس در مسکو یک پلیس کشته شده است و همکار دیگرش زخمی گردیده است. احوال پلیس زخمی وزنین گفته می شود. به اطلاع خبرگزاری تاس، حادثه 7 اپریل در ناحیه آذان ولایت مسکو رخ داد. به اطلاع منبع به سوی کارمندان پلیس از سلاح آتش گشادند. وزارت کارهای داخلی روسیه گفته است حادثه در وقت بازداشت قاچاقبران مواد مخدر رخ داده است. عاملان حادثه با موتورسیکل از جای حادثه فرار کردند و جستجوی آنها آغاز شده است. جزئیات بیشتری حادثه فعلا معلوم نیست. حکومت ترکیه رسما تاجیکستان را آگاه کرده است که دیگر شهروندانش حق ندارند پس از 20 اپریل بدون روادید یا ویزا به آن کشور سفر کنند. در این باره وزارت امور خارجه به خبرگزاری دولتی خاور خبر داده و گفته است که ترکیه روز 6 اپریل جانب تاجیکستان را توسط راههای دیپلماتی از این تدبیر آگاه نمود. قرار درباره از بین بردن سفر بدون روادید تاجیکان به ترکیه را رئیس جمهور رجب طیب اردوغان روز 6 اپریل امضا کرد، ولی سببش را نگفتند. اما بسیاری ها حدس زدند که به حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس متهم شدن شهروندان تاجیکستان و نقش احتمالی آنها در حمله به یک کلیسای ترکیه در گذشته سبب چنین تصمیم شده باشد. انقره بعد حمله به کراکوس گفت که 2 گمانبر حمله بعد سفر کوتاه مدت به ترکیه از استانبول به مسکو رفته بودند. شهروندان تاجیکستان از سال 2018 حق داشتند مثل ساکنان 10 کشور دیگر بدون روادید یا ویزا به ترکیه سفر کنند و تا 90 روز آنجا بمانند. استانبول یک مسیر اساسی برای پروازهای ترانزیتی بین المللی برای شهروندان تاجیکستان به حساب می رود. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اظهارات دبیر شورای امنیتی روسیه را درباره جلب زرخریدان در دوشنبه به طور رسمی رد کرده است. نیکولای پاتروشف روز 4 اپریل مسئولان سفارت اوکراین را در تاجیکستان به جلب زرخریدان برای شرکت در عملیات جنگی از جمله علیه روسیه متهم کرد. اظهارات او در نشست دبیران شورای امنیتی کشورهای سازمان همکاری شانگهای در قزاقستان صدا داد. ما ذکر میکنیم که این اظهارات مقامدار روسیه هیچ اساس ندارد، گفته است شاهین صمدی، نماینده وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 6 اپریل به خبرگزاری تاس.
وی افزوده است مقامات تاجیکستان نمیگذارند که نمایندگی‌های دیپلماتی خارجی در قلمروی کشور بیرون از صلاحیتشان عمل کنند، اما همزمان خواسته است از اظهارات و بیان شرح‌های تصدیق نشده خودداری شود. طبق قانون‌های تاجیکستان جلب و آموزش و سرمایه‌گذاری زرخریدان ممنوع است. برای این کار طبق کدکس جنایی از 5 تا 12 سال زندان تهدید می‌کند. مقامات تاجیکستان یک گروه از بلاگران و روزنامه‌نگاران رسانه‌های دولتی را به آبانباری نارک برده گفتند سبب کمچینی برق در کشور پایان رفتن سطح آب در این آبانبار است. بعد این به گفته ساکنان لیمیت برق در کشور سخت‌تر شد. ما از ساکنان ناحیه رودکی پرسیدیم که این شب و روز چند ساعت برق می‌گیرند. کافی است. вообще ندادن. دیگه вообще سویت ندادن. خیلی هم در رمضان من ما همین خیلی اوقات خونه خورده استیم. چخیل کنیم چای جوش نیست. گاز استفاده میبریم من. ما در بلندشانه زندگی. من همین دوم ده. این شب ما برق نه. уже چند ماه شد من برق نیستیم ماده. اگه به وقتی اگه خک چراغ میمونیم، شام میمونیم، چطور میمونیم؟ یا چه میکنیم؟ به وقتی شد سویت نیستی، خب چه میکنیم؟ اگه موندن در کو؟ عذاب میکشد یا برق نباشد همش مشکل؟ آخه عذاب میکشه، برق باشه خوبتر. هم خلاص بیاد خوب میشود. صبحی هم خیلی برق نیست، عذاب تاریکه، برآمدن در اومدن قینه. هم خلاص یونی. خیلی خیلی عذاب مشکلی خدا. خیلی با شرایط سوزه میشود. در شبانه روز چند ساعت گفتید برق؟ هر رنگ میشه، 1 ساعت میتن، 2 ساعت میتن، 2.5 ساعت. نمیخواد. 2 روز شد واپشه با نداریم. نمی یا نیم ساعت میتن، 1 ساعت میتن. همین با میکشن او نیست، سوید نیست. همین سوید شمرد. رمضان چخل میکنیم تلفنمون ضریت هم نداره. بخدا نمی سرخزک نخستم. گودک میده روزه داره نخستیم. افطار چیکار میکنه؟ افطار تاریکی ده چخل میکنه. نم تاریکی ده پرداره یعنی ما میکنه. تلفنم ضریت نداره. ضریت فنریکا ضریت نداره. چند ساعت؟ 4 ساعت 3 ساعت. های دادن همون روزامونو که شده محکم کردیم همون نمازمون خوندیم. 3 ساعت 4 ساعت در یک شبانه روز کافی است؟ خیلی زیادی خوب است. زیادیش با زیادیش زلال داره در کار نیست. چیز سوید نیست کو؟ نیست کو نه یکون سوید نیست. انا یک مرکزی تجارتی مرکزی کار خانه صنعتی نیست سویدی جو خانه با نیست. 1 ساعت 2 ساعت میتونن تمام. در رمضان چه خیل میگذره؟ گذراندیم یک مشقت خیلی گذراندیم که فروستش این مسئله به ما بشه مشقت عذاب داغ بده. نه خیلی سویت نباشه بیسویت چی که خود صوت پزوندنم دشوار و گرم کردنم دشوار و خیلی مشکلی اساسی هم در رمضان قریب که کم که قوی برق بود دیگه خب یک همه خاطرات نبود همه چیزا نبود. نرخ نوای هم اینقدر. چند ساعت قوی برق دادن؟ همین 3 ساعت تا 4 ساعت ندادم. حاضر خیلی با بهبود شدگی من این شب روز خیلی بهبود است. بعد به برقی که 3 ساعت 4 ساعت یا 2 ساعت چه خیلی میگذرونده سحری افطار؟ خب با راهاش از گاز هست بالا بخصوص چراغک‌های برآمده است که روشنی میکند. خیلی یک چیزی که گذرانده است. اساس این چیزا همه برقرار میشود. بینندگان عزیز در جای زیست شما به ساکنان چند ساعت برق میدهند؟ لطفاً در زیر برنامه نویسید. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. ارتش اسرائیل روز 7 اپریل نام 4 سرباز دیگرش را نشر کرد که در جنگ در نوار غزه کشته شدند. با همین تعداد تلفات نیروهای اسرائیل در جنگ نیم ساله به 604 تن رسیده است. ارتش اسرائیل گفت که 4 سرباز نیروهای مخصوص و یا کاماندو روز 6 اپریل در جنوب غزه کشته شدند که تلفات کلانه برای اسرائیل در چند هفته اخیر است. سازمان حماس که آن را آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی مینامند گفت که سربازان اسرائیل را هنگام شب خون در شهر
جنوبی خان یونس کشتند. ارتش اسرائیل 7 اپریل اعلام کرد که یک قسم نیروهایش را از ناحیه خان یونس بیرون میبرد. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 8 اپریل را فرا میگیرد. 8 اپریل روز بین‌المللی لولیان است که به خاطر آگاهی از این مردم قدیمی و حمایت حقوق آنها پیشگیری از خشونت و تبعیض نسبت این قوم ایجاد شده است. در تاجیکستان هم ده‌ها هزار لولیان به سر میبرند که احتمالاً 5-6 عصر پیش از قلمروهای هند به آسیای مرکزی کوچیدند. مکانی اصلی زیستی دستجمعی آنها ناحیه‌های پنجکین تو حصار، وحدت، واسه و جلال‌الدین بلخی می باشد. بینوایی و فقر، به تحصیل فرا گرفتن کودکان لولی و تامین امکانیت‌های برابر اجتماعی از مشکلات اصلی آنها گفته می شود. 8 اپریل سال 1992 6 ماه بعد اعلان استقلالیت فدراسیای روسیه استقلالیت تاجیکستان را به رسمیت پذیرفت. تا آن تاجیکستان، روسیه 13 جمهوری دیگر قلمرو اتحاد شوروی بودند. روسیه شریک استراتژی تاجیکستان بوده در خاک این کشور پایگاه نظامیش را با 7000 سرباز مستقر کرده است. بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان روسیه را مکان اصلی مهاجرت کاری انتخاب کرده. دادوگریف‌های تجارتی دو کشور هم سال 2021 $1 میلیارد را تشکیل داده است. 8 اپریل سال 2013 نقاش معروف تاجیک ظهور حبیب‌الله‌یف درگذشت. خادم خدمت نشان داده صنعت تاجیکستان در تصویر منظره و طبیعت دستی والا داشت و همچون مؤلف یک رویه منظره‌نگاری ملی در سالهای 60 نام برآورد. ایجادیات حبیب‌الله‌یف که 81 سال عمر دید، با رنگ‌ها و شکل‌ها و تضادها و حرکت‌هایشان شناخته شونده شدند و یکی از مؤلفان طرح رمز یا گرب ملی تاجیکستان است که در مرکز شهری بالدار داشت و 1 سال بعدش تغییر داده شد. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل به 118 سامان برابر است. $100 آمریکایی باشد 1093 سامان ارزش دارد. خربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیده. منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. تا فردا، خدا نگهدار.